الحمد لله والصلاة على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. در موضوع اینکه گرفتن سود یا اینکه ربا یا اینکه پرسین در روسیه چی حکم دارد، در این باره صحبت شدگی است، خیلی که معلوم هست و بعضی نفرها در همین حادثه واقع شدگی هستند که الان آنها اون بگیم که پرسین های خودشان رو برگردونن نمیتونن و بالاخره آنها از همین فتوا عمل کردستند که چخیلی که در کتاب ها مشهور هست نزد مذهبی ما، خاصا در هدایه و دیگر کتاب متون که قدوری و دیگر کتاب ها ده میگوید که لا ربا بین الحرب و المسلم فی در الحرب، ربا نیست از بین حربی و مسلمان در دار الحرب باشد. از اینجا چخیل فهمیده میشد که دار الحرب است روسیه یا نه؟ وقتی که دار الحرب باشد، بگذار دار الحرب باشد، با کدام صورت ها میشد که اون در اونجا ربا کار کند یا نه؟ اولا ما به اختصار گفتنی هستیم که نزد جمهور ربا یعنی که پرستین در هم موجه و مکان در هر جایی که نباشه حرام است. او فرقی ندارد که در دار الحرب است یا نه. اولا روسیه را باید بفهمیم که دار الحرب هست یا نه. وقتی که دار الحرب باشد، از غیر اینکه با سود با آنها کار کنیم که مثلا از آنها مثلا که ما در بانکشون پول بمونیم از آنها فایده بگیریم، چندین قاعده دیگه در اینجا جاری میشوند. وقتی که به اون قاعده ها، وقتی که اگر اون مولاهایی که فتوا میتونن که درست هست و اون در این حالت دارالحرب حسابش میکنن و در حالت دیگر دارالحرب حسابش نمیکنن، بگذار دارالحرب به حساب رفت، چی حادثه میشود؟ در اینجا در منبع العلوم که میفرماید، الان که ما متن همراه مختصرا حاصل فتوا را ما پیشکش شما میکنیم که میگه که اختصار مسئله مورد بحث به این شرح است: اگر سودگیرنده مسلمان و دهنده آن حربی هست، نزد طرفین گرفتن آن جایز است، نه نزد امام ابو یوسف. یعنی که انسان مسلمان میبرد در بانک های روسیه، اگر دارالحرب باشد، مثلا اگر بگذار که دارالحرب باشد، رفت اگر که بخواد که با پرسین در اونجا کار کند، اگر فایده بگیرد جایز است نزد طرفین، نزد ابو حنیفه و امام محمد رحمهم الله. چخیل اون نفر مسلمان همه اجازه دارد که پولش برای در بانک بماند، از اونجا که یگان فایده شیدگر میتونه که به دست بگیرد همراه بیارد. اما اون برود از بانک های اونها پرسین قدی پول بگیرد دوباره کرده بتد، اون جایز نیست است. الان مثلا پیشکش شما میکنیم و نزد ابو یوسف در یگام حالت درست نیست است، چی مسلمان اون ربا میدهد یا که کافر میدهد، اون فرقی ندارد. احتیاط هم در همین است که اگر دهنده سود مسلمان و دریافتی کننده هم مسلمان است و یا دهنده مسلمان و گیرنده حربی هست، به اتفاق ائمه و علما روا نیست. یعنی که وقتی که ما میریم از بانک های اونها با پرسین پول میگیریم، با کردیت پول میگیریم، این نزد یگام ائمه اجازت نیست است، نه نزد امام اعظم، نه نزد امام محمد، نه نزد ابو یوسف، نه نزد مذهب شافعی، نه مالکی. یگام نفر این اجازه میتد، یگام نفر. نه که این بعضی نفرها فتوا میتن که مطلق میگن که میتونین که از بانک های اونجا میتونین که شما پول بگیرید و میتونین که پول بمونید، چی خیلی که نباشد شما اینجا فایده ببینید میشود. نه که این گپ خطا هست که در اینجا تقییدها قاعده‌های هست است که مثلا که وقتی که تو اگر که پول داشته باشی برای در بانک های اونها بمونی، اگر فایده ببینی، این حالت اجازت میشود اگر حکم دارالحرب گرفتگی باشد. همین نزد ابو یوسف، امام محمد و ابو حنیفه رحمه الله است که ما الان گفتیم که جمهور در این قول نیستند. الان نظر می که علمای احناف در این باره چی گفتن؟ از جمله شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی در کتاب فقه بیوع بر مذهب چارگانه نوشتگی هست. نام بابش همین است که الربا فی دار الحرب، ربا در دار الحرب. میگه جمهور فقها با این هستند که دار الاسلام و دار الحرب برابر هستند در حرام بدن ربا. جایز نیست است برای مسلمان این که چکند ربا بدهد کافر حربی را، خیلی که جایز نیست برای همین که ربا بدهد یا که مسلمان را فرق ندارد. و همین قول مالک است و شافعی است و احمد است و ابو یوسف است و جماهیر فقهای امت بر همین هستند. میگد جماهیر فقهای امت دارالحرب غیر دارالحرب همش حرام هست. میگم و ابو حنیفه و محمد رحمهم الله میگن که ربا نیست بین مسلمان و حربی. پس اینکه داخل شود مسلمان دارالحرب را جایز است برای اما اینکه عقد ربا کند با همراه حربی
و همین چون که مالهای هر اهل حرب میگه مباح است برای مسلمان ها بر ازای همونها و بر ازای اونها باشد، مادامی که نباشد در غدر، فریب و شیطان نباشد. با تحقیق دلیل کردن بر قولی به آنچه که برآوردگی است، همین حدیث را بیهقی از طریق مکحول آوردگی است. حدیث مرسل هست، در حدیث هم بسیار قول ها هست، صحت قوی ندارد. بگذار حدیث مرسل قبول هست اما قوت ندارد. و قدر گفتگی است که از طریق مکحول میگن نیست ریبا بین اهل حرب و گمان میکنه گفت که اهل چی؟ اسلام قطعی. اینجا فهمیده میشه که حدیث بگیم که اگر صحیح هم باشد خبر احاد است، لکن همین جایز باشد نزد همونها میگه مشروط هست که چند شرط ها گذاشتگی است. چون که مسلمان از دارالحرب و داخلش داری هم بگه همونها با امان، یک مسلمان دارالحرب دارن با امان گرفته در اومد، یا که مسلمان اسلام آورد در دارالحرب و هجرت نکرد، پس جایز است برای همون گرفتن ریبا از کافر که از مسلمانی که اسلام آورد در دارالحرب و اگر هجرت نکردش با سوی دارالاسلام. اما مسلمان اصلیه که مسلمان بود پیش از اون که بیاد با سوی دارالحرب، مسلمان بود پیش کی، یا که انسانی که اسلام آورد همونجا بعد اون هجرت کرد با سوی ما، بعد از اون برگشت با سوی هم دولت‌های کافر، جایز نیست برای مسلمان اینکه بگه ریبا از همونها. خلاصه اگر درجه با بعض قولهای علمای احناف مذهب ما هست که یعنی که اینجا خلاصه گپ ما چی بگیم، یک انسان مسلمانی که مون تاجیکای ما مسلمان تولد شدگی هستن، در دولت تاجیکستان کلان شدگی هستن، وقتی که مسلمان هستن به دولتی بگن دارالحرب اگر باشه، وقتی هجرت میکنن میرن کارکنی، وقتی که میرن مهاجرت کار میکنن، آنها اصلا درست نیست از در اونجا ریبا بگن که ریبا بتن، اصلا درست نیست است. اما برای آن مسلمان هایی که در همون داخل تولد شدن، در همون داخل همونجا تولد شدن، وقتی که اونها بگن در همونجا با امان در اومدن، اون حالت در فقط میتونند که از پولهاشون در هم بانک همونها مونده و از اونجا یکم فایده بگیرن. این قولی که باید مفتی تقی عثمانی در کتاب بیوعش شیخ الاسلام همین خیلی بیان کرده است. و دوام قولش چی است؟ و در اینجا قول امام اعظم و امام محمد رحمهم الله را تعویل دارن، علمای احناف خودشون تعویل میکنن. اینجا چندین مثال ها را میگن. یک از همون مثال ها مختصرا میگم که میگن که وقتی که عقد همونها اگر که همون مسلمان بگیم که انسانی که در همونجا اسلام وارد در همونجا بگیم موندگی هست، اون در بگیم پرسنت موندن در بانک درست به دست، مثلا برای همون هم همین عقد فاسد است، عقدش عقدی گناهگار شونده هست، گناهگار کبیره میشه. همون آدم هم حتی همون آدمی که در همونجا تولد شده، در همونجا بگیم که مثلا که پدر مادرش مسلمان نبود و همونجا بگیم اصلی همونجا بود، وقتی مسلمانش میتونه که در همونجا چیکند بیع ریبا کنه، مثلا فقط پولش در بانک مونده میتونه گرفتن، نمیتونه مثلا از بانک پول بگیره، اصلا در یگان کس درس نبوده است. مثلا نگه همین کار شید رفته شید، میگه همینم که همون آدمی که در اونجا تولد شده است، مسلمان شده است و بگیم که پولش در بانک موندنش هم این کار گناه کبیره هست، اما عقدش فاسد است، پولش اگر حلال هم باشد چخیل. یک نفر قرض میته، بگذار که $10,000 کس میگه قرض بده میدهد، اما دیگه پول گرفتن نمیتوند. مثلا چند وقت میگذرد میگه پولایی که من به تو قرض دادم همراه بر بگردم، میگه نمیتونم، میگه مثلا که میگه ندارم، گفتم خیلی فریب میکند. و این نفری که پول دادگی است میخواد یکم حیله کرده از دست اون بگیرد چخیل. یعنی که یک آدم آزاد میگیره میبره پیش آدم، میگه همین آدم غلام است، میگه میخری، میگه از من. او آدم که از این پول گرفته است اخی با مثلا که پول دادن نمیخواهد، این آدم میخواد که بعد طریق حیله بگیره. آدم آزاد برده است، میگه همین غلام میخری، میگه سینی هم آدمی که پول شده است، میگه بله، میگه میخر، میگه بیاین مثلا $10,000 بخری میفروشونتا، خود $10,000 میبره میته، این غلام میتشه. اگر این آدم آزاد است پول میگیره، بعد که چند قپس میفهمه که آدم آزاد بوده است، غلام کردن درست نیست است، مثلا که جنایت است، کی بعد دیگه میاد پیش انسان شکایت میکنه که تو آدم آزاد من فروختی، پول ما رو بر بگردان. میگه نه، میگه ما تو چند ماه پیش $10,000 دادم، پول ما رو بر نگردوندی، من هم پول گرفتم با هم حیله. یعنی که در همینجا همین کاری کردگیش گناه کبیره هست، اگر که پول خودش حلال اومده است اما گناه کبیره هست. یعنی که همون انسانی که در همون داخل همونجا زندگی میکند، همین عقد کردگیش حرام هست و درست نیست است اگر که پول برای اون اگر حلال هم شده باشد. تصور کنید که چندین شرط شید. یکم که هم انسان که در همونجا
اسلام آوردگی هست، یکی به امن امان در آمدگی است، به فریب قطعی نباشد، و دیگر که هست با این نفر فایده ببیند از آنها به طریق پولش دادن، به طریق پولش در ریبا ماندن، نه اینکه از بانک اونها بگیرد. انا که تصور کنید که الان باز ذکر میکنه دامشه در دوام گپش آخر فتواش همین است که میگوید که همین قولی که به حنیفه رحمه الله همین معنودات کردگی هستند محمد قاسمی ناتوی و تعویل قول محمد قاسمی نانوی رو میارد، در قول به حنیفه را تعویل کرده و همین گپی همین معنی که گفتیم همین اشرف علی طحانوی رحمه الله گفتگی است، این معناش اینمی است گفتگی است. بعضان شیخ اشرف طحانوی میگوید که همه مسئله راجح قول مذهب هست، چون که از دلیل مذهبی چارگانه آیت قرآن است و حدیث های مشهور هست، به همه جمهور رفتگی هستند میگه. و بگیم که شبه اتفاق شدگی است بین علمای حنفی هم حتی برای چی فتوا دادن به قول ابو یوسف رحمه الله، و جمهور بر همین هست میگه. و هر نفری که اگر بخواد نظر کن فقه بوی بر مذهبی چارگانه گفتن نوشته است باب ریبا در دارالحرب، یعنی که این فتواهایی که الان پیشکش کرده است یگان نفر اینها حلال نمیدونن مگر با چندین شرط ها و بالا این کرده دلیل ها را الان نظر کنید که جمهور با چی دلیل کردن به حرام بدنش که مثلا اینکه در همه حالت ریبا حرام هست. به همون قول امام اعظم هم بگیری، اگر که تو ریبا بگیریم از بانک ها بگو این امام اعظم رحمه الله گفتگی نیست از گپه. و اون فتوایی که میگن که میتونی که ریبا بگیری ریبا بده، این قول خطا هست. یگام فتوا یگام کتاب معتبر این گپ گفتگی نیستن. به این فتوا انسان ها باید خودشون فریب ندهند از حرام کرده پول یافته نخرند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و چی گفت در این باره. از طریق ابو هریره رضی الله عنه آمده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه که همین ریبا خودش اگر که 70 گناه درجه داشته باشد سبکترینش این است که مرد با مادر خودش نکاح کند، این قدر گناهی وزوین دارد. و در این باره که پیامبر گرامی صلی الله علیه و دیگر روایتی که پیامبر صلی الله علیه و لعنت کرده شده است خورنده ریبا و وکیل سازندش و نویسندش و شاهدش و همونها همشون در گناه برابر هستند. یک نفر ریبا میخرد، یک کسی که وکیل میکنه برای پول بگیره، یک کسی نویسنده است همونجا مینویسه کار کنی همونجا، یک کسی شاهد میگیره برای ریبا گرفتنش، اینها همشون لعنت کرده شده هستند. اینها در حلال نیست است، این کار حرامی هست است که این بگیم به این چیز باید مردم متوجه نباشند که فتوا هست گفته گرفته حرام خوردن بگیرند که روز قیامت چه میشود. همه اینها آشکار میشن. چقدر در صحیح مسلم باورده است این حدیث ها را. و آیت قرآن هم است که الله پاک میگه که این انسان هایی که ایمان آورده از الله بترسید و ترک آنچه که باقی مانده از ریبا اگر شما مؤمن باشید، میگه که اگر که شما همین کارتون بس نکردید شما اعلان کنید جنگ را به پروردگارتان، که شما زیدی الله جنگیده استید. اگر که توبه کردید بعد فهمیدن تون شما هم پولهای خودتون برگردونید، اگر بگیرید یگان باقی نداره، هم پولهایی که موندگی هستی پولها تا برمیگردونی میگیری دیگه این کارا دویم بار چی نمیکنی. از انسان باید رخ نزنه. باید بالاخره در فتوای عثمانی نیز این قول آمدگی هست برای حرام بدن که چقدر که فتوا می شود از دولت های دارالحرب، یعنی که دارالکفر یا اینکه دارالحرب بدن، اینها هم با بعضی خلافا هستن. دارالکفر میگن شاید دارالکفر باشه اگر اصلا ریبا ندادن نگرفتن نزد یگان کس خلاف نیست است که حرام است. هم جمهور اتفاق از امام اعظم امام محمد ابو یوسف تمام ائمه اتفاق هستند که دارالکفر باشه اگر دارالحرب باشد اون حرام هست. اونجا که ریبا گرفتن هم ریبا دادن یگان نمودش درست نیست است. در فتوای عثمانی هم میگه پاوردگی هست که مثلا که چی در دارالحرب هستی و چی در دارالکفر هستی اینها همشون حرام هستند. و قول ابو حنیفه رحمه الله اصلا بعضی مردم نفهمیدن. میگه بعضی نفرها قول ابو حنیفه رحمه الله را ظاهرش نگاه کردن اما فهمی علما را نظر نکردن در اینجا که چی معنی دارد و علما چقدر دقت گفتگی هستند. و حتی هدایت خودش هم میگه که اگر بگیرد میگه فایده را بگیرد گفتگی است. همین قول متوجه شدگی نیستن بعضی نفرها مطلق اجازه میتن این قول خطا هست. علی کل حال گرفتن ریبا نه در روسیه نه در امریکا و نه در دیگه جا گرفتنش هم درست نیست، ماندنش هم درست نیست، مگر به هم شرط هایی که گفتیم. یک بار تکرار میکنیم که در همونجا تولد شده باشد یا که کافر همونجا مسلمان شید، اصلش مسلمان نبود مسلمان شید. و دیگر که هست اون پولش اگر در بانک بماند از اون فایده بگیرد بعد.
سومی که هست مسلمان هایی که اصلشون مسلمان با اوج رفته باشن او خیلی نباشند بد. و چهارم که هست قولی که ما دلیل میکردن امام اعظم قطعی امام محمد رحمه الله که از روایت مکحول هست در مقابل این آیت هست، در مقابل این حدیث های مشهور متواتر هست. و هم خاطر علمای احناف خواستن مثلا که در کتاب منبع العلوم، احسن الفتاوا و فتوای عثمانی و دیگر که هست در فقه بیوع و دیگر تمام کتاب فتوا ناجایز دانستن که این کار درست نیست است، در یگام حالت در یگام جا نکنین این کارا. که همچنان که ریبا میخرد انسان با چشماش عقیده مثلا که میگه که فتوا به دست گفته میدونه تا جایی که فتوا درست نیست است، این آدم مرتکب گناه کبیره میشود. چه حدیثه گفتن که کمترین گناهش با مادر خودش نکاح کردن است، سبکترین گناه ریبا. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.